اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. مولوی عبدالناصر منقاد رئیس شفاخانه 1000 بستر کابل میگوید 5000 معتاد در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارند. آقای منقاد می‌افزاید با آمدن امارت اسلامی 14000 معتاد را تداوی کرده است. محاکم ولایت بدخشان در 6 ماه اول سال 1401 هجری شمسی 2265 قضیه را حل و فصل و 4488 وثایق مختلف دیگر را نیز اجرا کرده است. سروی 1500 خانواده نیازمند و فقیر توسط هلال احمر افغانی در ولسوالی های اچین و لعلپوری ولایت ننگرهار تکمیل شد. بنیاد خیریه ملک سلمان توسط سازمان همکاری های اسلامی به خانواده های نیازمند کمک توزیع نمود. ذبیح‌الله مجاهد میگوید معتادین پل سوخته از امارت اسلامی قدردانی می نمایند که آنها را برای معالجه به شفاخانه انتقال دادند و زندگی دوباره برایشان بخشید. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله از شفاخانه 300 بستر پلیس ملی دیدن نمود. آقای وزیر همچنین در دیدار با مسئولین و بیماران شفاخانه تعهد سپرد که ضرورت‌های لازم این شفاخانه را تامین خواهد نمود. انستیتوت تدارکات ملی در 14مین دور از سلسله برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت این بار برای 28 تن کارمند وزارت‌ها و ادارات مختلف از جمله کارمندان معاونت اقتصادی ریاست الوزراء پروگرام آموزشی آغاز نموده است. شاروالی کابل میگوید مناطق مختلف ناحیه 12 از بی‌نظمی‌های شهری پاکسازی شد. جلسه شورای عالی استر محکمه برگزار شد. 12مین جلسه شورای عالی استر محکمه بر ریاست شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه امارت اسلامی افغانستان برگزار شد.